کلیه تاجیک در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است. جسد کامران سیدوف را که با لقب کلیه تاجیک مشهور است و در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است، روز 15 دکبر در زادگاهش شهر حصار دفن کردند. وی 34 ساله و در روسیه زندانی بود. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت سیدوف از ماه ینور امسال بینام نشان بود و جسدش را چندی پیش در سردخانه راستاف یافتند. او را از زندان به جنگ فرستادند. بار آخر ماه ینور سال 2025 با والدانش صحبت کرد. احتمال همان وقت کشته شده باشد، گفت خویشاوندش. کامران سیدوف شهروندی تاجیکستان و روسیه را داشته به تجارت مشغول بوده است. وی با ستانیدن پول مهاجران از کارفرمایان و میانروان در روسیه نیز شهرت داشت. او را تیر ماه سال 2023 با عیب آدمربایی و طمع‌جویی در روسیه بازداشت و زندانی کردند. معلوم نیست آیا خودش عیب‌های اعلان شده را اعتراف کرده بود یا نه. بعضی از همکارانش میگفتند او قربانی دسیسه شده است. در هفته های اخیر این چهارمین شهروند تاجیکستان است که خبری کشته شدن یا آوردن جسدشان به کشور رسانه‌ای می شود. طرح زیستن می خواهم در اوکراین ماه می امسال نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح ماه سپتامبر روی خط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند. اشتراک شهروندان تاجیکستان در جنگ کشورهای دیگر جوابگری جنایی در پی دارد. مقامات تاجیکستان در تقریباً 4 سال اخیر برای اشتراک در جنگ روسیه ضد اوکراین نسبت به هیچ کس پرونده باز نکردند.